سبحان الله. این است ظهور مهربانی الله سبحانه و تعالی، بزرگی او، رحمت او، کرامت او، فضل او در این عملی کاملا عادی و ساده اما پاداشی بزرگ دارد. و حتی امروزها شما می توانید این عملی به نظر خیلی عادی را اجرا نمایید و برای آن پاداشی بزرگی را به دست آورید. شما تیار هستید؟ در حدیثی که در کتاب صحیح مسلم روایت شده است گفته می شود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ نخود در بین شما کسی یافت نمی شود که هر روز 1000 اجر به دست آوردن را نتواند. من می خواهم که شما خود را به جای صحابگان تصور کنید، آنگونه که گویا خود شما این سخنها را از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده ایستاده اید. بیایید لحظه تصور کنیم که گویا پیامبر صلی الله علیه و سلم با ما نشسته و ما می گوید: کدام از شما نمی تواند که هر روز 1000 اجر به دست آورد؟ صحابگان همان زمان از او پرسیدند: یا رسول الله، ما چطور هر روز 1000 اجر به دست آوریم؟ و پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنها گفت: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. 100 مرتبه سبحان الله بگوید و الله پاک و بزرگ به شما یا 1000 ثواب می نویسد و یا 1000 گناهتان را پاک می کند. الله اکبر، الله اکبر. من الکی وقت را سنجیدم. 100 مرتبه سبحان الله گفتن همگی 2 دقیقه را می گیرد. بله، همگی 2 دقیقه تا که 1000 ثواب را به دست آوریم. برادران و خواهران عزیزم، بین جنت و جهنم همگی یک حسنات، یک عمل خیر نقش می بازد. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. سبحان الله چی معنی دارد؟ معنای سبحان الله چطوره که ما بارها گفتیم تصدیق کردن آن است که الله صاحب مطلق کل صفت‌های داشته است. الله صاحب مطلق علم خود است. او تعالی بر همه چیز داناست، یعنی علیم است. الله صفت الحکیم را کاملا صاحب است، نهایت با حکمت است. الله صفت البصیر را کاملا صاحب است، همه را می بیند. بر همه صفتهایش صاحب مطلق است. الله پاک است و بزرگ است. او هیچ عیب و نقصانی ندارد. او به هیچ کمک نیاز ندارد. او به خواب نیاز ندارد. او به غذای نیاز ندارد. او تعالی را خستگی فرا نمیگیرد. الله پاک و بزرگ هیچ گونه نارسایی ندارد که ما انسانها دارا هستیم. سبحان الله، الله پاک است. سبحان الله همزمان در جنت درخت می سبزاند. البته که غیر از 1000 اجر شما در باغ جنت 100 درخت می شنانید. الله اکبر. با صرف کردن همگی 2 دقیقه، یعنی سبحان الله. برادران و خواهران عزیزم، سبحان الله یکی از 4 کلمه است که الله سبحانه و تعالی بیشتر دوست می دارد. این کلمات سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله و الله اکبر می باشند. سبحان الله این سخنی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: از تمام دنیا و هر آن چیزی که در آن است بهتر است. الله اکبر. سبحان الله این یک نوع صدقه است، چنانه که در حدیث دیگر روایت شده است. سبحان الله برادران و خواهرانم همگی 2 دقیقه را می گیرد. 2 دقیقه در یک روز و شما یا 1000 اجر به دست می آورید و یا 1000 گناهتان مغفرت می شود با اذن الله. و اکنون من از شما سوال می کنم: چی می کردید اگر به شما برای 100 مرتبه سبحان الله گفتن 1000 سامانی پیشنهاد می کردند؟
100 باری سبحان الله گفتن را چند مرتبه تکرار میکردید؟ سبحان الله، الله اکبر، در حالی که اجر و حسنات از پول دیده چندین مراتب مهمتر است. بگذار که الله سبحانه و تعالی ما را از جمله آنان بگرداند که نصیحت را شنیده و به عمل تبدیل دهندگان باشیم.